خب من الان میخوام طریقه بازی کردن برای لاتاری فرانسه رو براتون توضیح بدم. لاتاری فرانسه 3 روز در هفته هست، دوشنبه و چهارشنبه و شنبه. و عرض کنم حضورتون طریقه بازیش هم اینه که شما باید از اعداد 1 تا 49 تو این جدول 5 تا شمارش رو انتخاب کنید و توی این شماره شانس که گرد هستن از اعداد 1 تا 10 یکیش رو انتخاب کنید. بعد اینو مثلا 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا جدول توی یه دونه از این صفحه هست، میشه 3 تا بلیط در واقع. هر کدومش هم 2 یورو 20 قیمتشه، 2 یورو 20 سانتیم. بعد جایزه هر قرعه کشی 2 میلیون یورو هست، به علاوه 10 نفر رو هم از یعنی اگر یه نفر این 2 میلیون رو برنده بشه باز قرعه کشی میشه و 10 نفر 20,000 یورو برنده میشن، جایزه میگیرن. عرض کنم حضورتون یه آپشن داره اینجا، اگه توجه کنید میتونید اینو تیک بزنید، 80 سانتیم هزینه داره و این اجازه میده بهتون که این شماره هایی رو که برای اون قرعه کشی اصلی اینجا انتخاب کرده بودین باش دوباره یه قرعه کشی بشه و اگر برنده بشین 100,000 یورو برنده بشین. و فقط این دفعه این شماره ها مهمه، یعنی این شماره شانس گرد پایین هست اونا اصلا دیگه چیز نیست، حساب نمیشه. به خاطر همین هم هست که جایزه از 2 میلیون میاد روی 100 میلیون 100,000 یورو، چون که شانس برد اینجا بیشتر میشه، چون این عدد دیگه ملاحظه نمیشه. تمام چیزایی که مهم بود خدمتتون عرض کردم. بعد جدول پشت صفحه یه سری توضیحات داره که اگر مثلا بخواید بازی کنید همون چیزی که خدمتتون عرض کردم اینجا براتون توضیح داده. یه چیزی اینجا هست به اسم جوکر پلوس، این یه بازی دیگه هست، یعنی شما علاوه بر این بازی شما میتونید اینجا هم تیک بزنید و انگار که 2 تا قرعه کشی بازی میکنید با یه دونه. حالا اون چون خیلی برای من جذاب نبود خیلی دنبالش نرفتم، اگر که شما دوست دارید میتونم برم ببینم قواعدش چیه و اونو هم واسهتون توضیح بدم.